آقا تو رو خدا این افغانا رو اذیت نکنید توی ایران. بابا ما ملت کورشیم، ما ملت داریوشیم، ما از قوم آریاییم. تو رو خدا اینا رو اذیت نکنید، به خدا گناه دارن. من یه کلیپ از یه بچه، دختر بچهشون دیدم، اصلا بعد 30 سال اشکم در اومد. به خدا زشته، اینا همشون هموطنای مان، اینا فارسی زبونن، مخصوصا فارسی زبوناشون. این بدبختا اینجا اذیتن، کشور خودشون هم که میرن اونا به اینا میگن آره شما پیش این ایرانیا بودید و شما اصلا نمیدونید اینا تو چه وضعیتی هستن. راه ندید اصلا، اما راه هم میدید دیگه اینطوری نکنید. هموطنای گلم، ایرانیای عزیز، تو رو خدا اینا رو اذیت نکنید، به خدا گناه دارن. بابا زن و بچه‌شون رو دیگه اذیت نکنید. اصلا با خودمون میریم یه کشور دیگه، یه چیزی بهمون میگن اصلا ناراحت میشیم. اینا در به در زمان جنگ بودن با ما، یه موقعیت بدی هستن. تو رو خدا اذیتشون نکنید. ما دم از تمدن میزنیم، دم از فرهنگ میزنیم، دم از 2500 سال نمیدونم. آقا نکنین، چی کار دارن این بدبخت؟ حالا 4 تاشون هم اشتباه میکنن، آقا اونو بگیرید بزنید نسلشو درارید. به خدا من مال اصفهانم، اصلا یه شهر داریم دست این افغاناست. حالا 4 تاشون یه اشتباهی میکنن، آقا اونا رو بزن اعدام کن، بقیه رو کاری نداشته باشیم. به خدا اینقدر آدمای دوست داشتنی و خوبی داخلشون هست. یعنی اصلا کلا شما از کسای ایرانیایی که خارج از کشور زندگی میکنن بگو بهترین دوستاتون کیه؟ میگه افغانی هم. اینقدر کمک میکنن به ایران. پشتوهاشون رو کاری ندارم ها. این افغانستان 2 مدل داره، یکی پشتو زباناشونن، یکی فارسی زباناشون خیلی با ما همسو و هم فکرن. شما این عربا رو ندیدید، ترکا رو ندیدید، اصلا تو قلبشون نسبت به ایرانی چه فکری داره. اما اینا نه، نکنیم، تو رو خدا نکنیم.